سلام بچه ها، اومدیم با یه آموزش لگیمات عربی. اینجا ما به روش سنتی داریم لگیمات درست میکنیم. نیاز داریم به یه تخم مرغ، یه لیوان ماست، 1 لیوان و نیم آرد سفید، یه قاشق غذاخوری مایه خمیر که با آب بلرم میذاریم حل بشه. بعد میریزیم به اضافه یه قاشق چای خوری پودر هل و مقداری زعفران، میذاریم به مدت 2 ساعت. یه پارچه چیزی روش میذاریم که گرم بمونه تو یه جایی که فضاش گرم باشه که زود عمل بیاد و بعد از اون سرخ میکنیم و نوش جان. من به کمک پسرم دارم این کارو میکنم. چه حسی داری آقای ابوالفضل؟ حس در دیوار. نه هیچ حسی ندارم. خوشحال نیستی؟ نه خوشحال اصلا نیستم با هیچ وجه من الوجود.